سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید اگر طالبان صلح میخواهند باید دستاوردهای 20 ساله را بپذیرند. وی همچنان گفته است برای صلح تلاش‌هایش را افزایش خواهد داد. دکتر حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی کشور میگوید برای حاضر شدن به صلح باید بالای طالبان فشار آورده شود. وی دیروز با وانگ یون وزیر خارجه چین در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کرده است. آتش بس 3 روزه عید در ولسوالی الینگار لغمان به 1 ماه افزایش یافته است. وکلای شورای ولایتی لغمان میگویند این آتش بس به میانجیگری متنفذین قومی برقرار شده است. در سال 1400 به 52,000 کارمند دولتی آموزش‌های ارتقای ظرفیت داده می شود. کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری میگوید نزدیک به 2000 برنامه ارتقای ظرفیت دایر خواهد شد. و صادرات افغانستان به عربستان سعودی 2 برابر افزایش یافته است. مقامات گفتند در سال 2020 افغانستان به ارزش 28 میلیون دلار به سعودی صادرات داشته است که این رقم در سال 2019 14 میلیون دلار بود.